اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. سال خیلی مشکل بود با این خاطر که وضع اقتصادی در سابق شورای اتحاد شوروی و از اونجا بعد در تاجیکستان هم بسیار مشکل بود، به خاطر که انتقال مبلغ از روسیه به تاجیکستان خیلی کمتر وارد شد. قرب پول ملی تاجیکی سامانی هم و تقریبا در دوام یک سال از همین، اگر از ماه ینور همین سال 2015 شروع کنیم، از زمانی که تقریبا در تاجیکستان نرخ $1 با 7 سامانی برابر شده است. این در حالی که در ابتدای ماه ینور 501 بود، یعنی که به $1 5 سامانی میدادن، ولی که حالا در شب روز به 7 رسیده است، یعنی که تقریبا قرب پول ملی تاجیکی به 50% کاهش یافت. در صورت حکومت بعضی کوشش‌ها به خلق را ایستاده است، اما تا معلوم نیست که مثلا پول تاجیکی تا کدام اندازه با کاهش می‌یابد. و از جانب دیگر نگرانی این است که در روسیه ماجرای کاری کار شغل کمتر میکنند و درآمد اینا خیلی کم شده است. این همین قسمتی اقتصادی گفتم میتونه که در سال 2015 مشکلات تاجیکستان بود و بعضی مشکلات دیگر هم در جامعه تاجیکستان وجود داشت و یکی مثلا در تیرمای سال گذشته با نام ایشانی حاجی حلیم در تاریخ وارد شد، بسته شدن حزب نهضت اسلام و از واقعاتی مثلا مهمی که تاریخ تاجیکستان در آینده ثبت می شود و قبول قانون درباره پیشوای ملت است، یعنی که از این به بعد رحمان پرزیدنت کنونی تاجیکستان پیشوا پیدا کرد، یعنی که امام علی رحمان قانونا پیشوای ملت اعتراف شده است. سرمایه گذاری و مبلغ‌های چین خیلی نظرات است. بازداشتی یک تعدادی کلانی عبارت از 13 نفر نماینده‌های شورای سیاسی حزب نهضت اسلام. چند واقعه دیگری رخ داد که در موردشان گفتم.